درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 27 سپتامبر را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم می‌کنیم. امروز در برنامه در تاجیکستان تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند و میگویند هدف پیشگیری از هر گونه خرابکاری و عملهای تروریستی احتمالی است. تاجیکان مقیم روسیه به پناهجویان روهینجا در بنگلادش کمک‌های بشری تقسیم کردند و میگویند کمک به مردم محتاج را ادامه می‌دهند. همین مقصد بود، یکم مقصد اساسی کمک به مردم روهینجا. دوم مقصد همین بود که چشم برادرامون امروز روشن کنیم که ما الحمدلله بهترین زندگی را داریم. در عربستان سعودی زنان بعد از 10 سالها صاحب حق میشوند که زنان دیگر در تمام دنیا داشتند و زنان عرب حق رانندگی میدهند. شاید این خبر برایتان جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ تاجیکستان در چند روز اخیر نظامیان و ماموران امنیتی زیاد دیده می شوند. حضور زیادی مقامات انتظامی به خصوص در پایتخت مردم را نگران کرده است، هرچند مقامات می گویند هدف تنها امنیتی مردم و راه ندادن به هر گونه عملهای تروریستی است. میرزا نبی خالقزاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه، در میدان اسماعیل سامانی، در نزد سفارتخانه ها، رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژیکی تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیدند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظرانی را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا اتومات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روا میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه‌های اصلی و جاهای سیرآدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عملها و حرکت‌های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می‌کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما میگویند که به فرق از در 3 4 5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر میرسد و آنها نیز میگن که با تعجب سوال میدن که چرا این تدبیرهای امنیتی یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر میشود و به چشم آنها میخورد، ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخی رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه های شهر راههای ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال اخیر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه‌های این کشور خصوصا در تایزان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین های حربی و افراد مسلح قرار دارند. یک جوان تاجیک که برای پناهجویان روهینجا به بنگلادش کمک بشری برده است میگوید از آنهایی که پول خود را برای پناهندگان محتاج دریغ نداشتند سپاسگزار است. بعد از شروع مناقشه در میانمار و قتل صدها مسلمان روهینجا در آن کشور بیشتر از 400,000 نفر آنها از ترس جانشان به بنگلادش فرار کردند. کمک مالی برای پناهجویان را جوان تاجیک از مهاجران کاری در روسیه جمع آورده است. جوانی تاجیکی که کمک مهاجران تاجیک را به پناهندگان مسلمان قوم روهینجای میانمار در خاک بنگلادش رسانیده است میگوید صدها خانواده هنوز جای زیست ندارند و از آب نوشاکی و غذا تنقیصی میکشند. دیدیم خیلی آدمایی را که با کمک احتیاج بودن شخصایی که حتی برای آب یعنی چون تای ماشین در میپرداختن بودن شخصایی که برای نان ایقافای ما یعنی صدها هزارها مترها ایقافای ما دویدن که ما یک نان شما بودیم.
به قول مسئول سازمان خیریوی فاند تاجیک در روسیه که خیرات مردم را به پناهندگان میانمار رسانده است، به 1400 پناهنده قوم روهینجا کمک غذایی شده است. آنها گفتند مبلغ دقیقی وارد شده را با سبب هر لحظه تغییر یافتن صورت حساب یعنی کم و زیاد شدن اعلان کردن نمی توانند، ولی در مجموع حجم کمک کلان بود. یگانه توجیه که همین سفر به میانمار کرد، به گرانیسه میانمار بنگلادش، فکر میکنم ما هستم. ما ایگم ایزو میکشم که بگم من است. اینجا یک جمعیت بود که تمام مردم در این حصه گذاری کردند. حالا در محله که پناهندگان قوم روهینجا قرار دارند، ده ها سازمان به کمک آنها مشغول است. پلیس بنگلادش به افرادی که به پناهندگان کمک میکند مناسبت خوب دارند. عربستان سعودی که از زمان تأسیسش به زنها اجازه رانندگی نمیداد، غیر منتظره اعلان کرد که از این بعد اجازه میدهد زنان هم رانندگی کنند، ولی تا حکم اجرا گرفتن این امر تقریبا یک سال دیگر ضرور است. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد. روز سه‌شنبه 26 سپتامبر شاه عربستان سعودی ملک سلمان امر داد که زنهای این کشور از حق ماشین رانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تعقیب زنان در زادگاه دینی اسلام عنوان میشد از بین خواهد رفت. سالهای اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری ها به آن اشاره می‌کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سه‌شنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلان کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد. شاید این خبر برایتان جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند. طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشین رانی زنها نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کردند. ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم را به جای کارش میبرم. مدیر کرده ایستاده ایم. از این رو منتظر راننده نمانده خودمان در پی حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشالله به هیچ کس خطر ایجاد نمی کنم. ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد. ببینید این خبر همین چند لحظه پیش اعلان شد. به فکرم این یک روز خوش است. همزمان با شورابینی های دیگری که در آنجا پیاده می شوند، این یک پدیده خوشایند است. در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهاد در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می کند. به نوشته خبرگزاری های سعودی، امر ملک سلمان ماه ایون سال 2018 به حکم اجرا می درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود. خبر دیگر هم درباره حق زن است، ولی حق زن در تاجیکستان. در کشور دادستانی در پاسخ به شکایت محبت دولت و یک ساکن ناحیه ولایت سوغد گفته است تقاضای مقامات از او برای دست کشیدن از پوشیدن حجاب درست است. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف به دادستانی شکایت برده است که ماموران میلیسا 2 دفعه او را در کوچه دستگیر کردند و از او خواستند که از پوشیدن روسری دست بکشد، هرچند ماموران میلیسا این گونه حق را ندارند. دادستانی گفته است مقامات به تشویق فرهنگ و ارزش‌های ملی مشغول هستند و توصیه‌شان به زن غیر قانونی نیست. در کشور ماه اوگوست قانون تنظیم را سخت‌تر کردند و در آن آمده است که مردم باید به لباس‌های ملی هم ارج بگذارند. مقامات تاجیکستان میگویند حجاب، سطر و دیگر لباس‌های اسلامی برای تاجیکان بیگانه است.
مقامات ازبکستان یکی از ادیبان دیگراندیش را بعدی بازگشت به وطن دستگیر کردند. نورالله آتاخانوف که 2 سال در ترکیه بود روزی 27 سپتامبر به تاشکند برگشت، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه به دستانش زولانه زدند و او را بعدی بازگشت به اداره پلیس بردند. قبل از بازگشت او با سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و من نیز در صحبتی که پیش از برنامه با سراج الدین داشتم نخست از او پرسیدم که آیا ادیب ترس نداشت که دستگیر می شود؟ یک روز پیش از آمدنشان به تاشکند با ایشان صحبت کردم و اتفاقا این سوال رو دادم. نمی ترسید به ازبکستان برگردید و در فرودگاه دستگیرتون کنن؟ گفت که من غیر از خداوند از چیزی نمی ترسم و توکل به خدا گفت. البته احتمال بازداشت شدنش به او معلوم بود، احتمالش زیاد بود، ولی بالاخره تصمیم گرفت. از سنش 63 ساله است، همسرش و اهل خانوادهش در تاشکند هستند و به نظر من تصمیم قاطعانه گرفته که برمیگردد و چیزی که در کدرش باشه اونا میبینند. و بعدی بازداشتش در تاشکند آیا از سرنوشت او خبری هست؟ خویشاوندانش گفتگو کردند؟ بله، من 1 ساعت قبل با همسر نورالله آتاخانوف، نگار آتاخانوف صحبت داشتم. اون کس در نزد یکی از بناهای پلیس شهر تاشکند با من صحبت کردند و گفتند که منتظر جواب پلیس هستند و پیش از اینجا آمدنم به ما خبر رسید که پلیس با آنها گفتند که باید ادوکات گیرند، حمایتگر گیرند و علیه او احتمال زیاد است که پرونده جنایی باز میکنند. و با کدام اتهام حالا معلوم نیست؟ گویا پس از رفتنش به ترکیه خانه نورالله آتاخانوف را از پلیس بازدید کرد و گویا نشریه‌های غیر بگوییم که نشریه‌های اسلامی فسادی گویا که و اکستریمیستی را از خانهش پیدا کردند و در اساس اینها خواستند علیه او یک پرونده جنایی باز کنند. بالاخره این اساس شده که نورالله آتاخانوف تا محکمه احتمالاً در حبس میماند. و در کتابش امروزها و یا روزهای ما او کدام جنبه‌های سیاسی و اجتماعی ازبکستان را تنقید کرد که سبب خشم حکومت شد؟ در این کتاب او سیاست کریموف را از سر تا آخر انتقاد میکند. میگوید که سیاست کریموف علیه مردمی ازبک بود. این بار اول نوشت و این کتاب خیلی معروف شد. و واقعا بازداشت ادیب شناخته و دیگراندیش یا میتواند به آبروی شوکت میرزیف لطمه بزند، چون او در 1 سال اخیر خود را به حیث یک سیاستمدار تا حد آزاداندیش نشان داد. بله، چون امروز من پیش از اینجا آمدنم با یکی از معروفترین ژورنالیست های ازبکستان صحبت کردم. ایشان گفتند که این سابوتاژ علیه شوکت میرزیوف است. تحریک‌کاری البته به سیاست علیه سیاست امروزه شوکت میرزیوف می باشد. معلوم می شود که در ازبکستان نیروهایی هستند که نمیخوان سیاست امروزه شوکت میرزیوف را دستگیری کنند. تشکر سراج الدین. برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم جان عبدالفتاح هجونگار شناخته بعد از ماجرای نشر ویدیوی شهوانی از مقام رهبری تئاتر در سوخت برکنار شده است. امری برکناری را روزی 25 سپتامبر صادر کردند. در وزارت فرهنگ یک منبع به رادیو آزادی گفت مقیم جان عبدالفتاح بعد افشای کمبودی ها در تئاتری به نام پوشکین در شهر بوستان از مقامش سبکدار شد. پیشتر از این خودی هجونگار گفت که نشر نوار شهوانی که گویا قهرمانش وی است یک کاری بدخواهان است. باوری کامل دارم که دوستان عزیز من همه مخلصان حج و خنده که با همراهی من بودن البته میفهمند که این راستی گپ من نیستم و آنها با هر راه و با هر خیل عملهایشون یک فشار آوردن نسبت من همچون یک هجونگار و نمیدونم من یگان نفر پیش روش گذشته باشم، نمیدونم.
مقیم جان با گروه خندین کمانش در سراسر تاجیکستان طرفدار زیاد دارد و 2 سال پیش رهبر تئاتر روسی به نام پوشکین در بوستان تعیین شد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.